نن راغلیم شارناو ته تاسو ته عطرونو معرفي وکړم. ډیر عالی عطر دی، دا هم قیمت 15 زره دی، دا هم 15 زره دی. دا خو ډیر عطرونه دی، ما قیمت هم ډیر دی. نرخش 75,000 افغانی است. نام خدا زیاد ارزان گفتی. دوستای عزیز، این چیزی که نو خبر شدیم و چیزی که جدید هست صابون است که ساخت ولایت قندهار ما هست و این به خاطر شفاف کننده صورت است، به خاطر بخار صورت است، به خاطر لکه صورت و به خاطر چین و چروکی که در صورت می باشه به او خاطر است. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، خدای وکړي روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه مرسل شهرزاد نن راغلیم شارناو ته تاسو ته عطرونو معرفی وکړم، ما ته مالتیا وکړي. و دوستای عزیز، امروز در شارناو هستم. میخوایم بهترین عطریات برای شما به معرفی بگیرم و عطریاتی که از کدام کشورها میآید، کدامش مورد استفاده قرار میگیره و کدامش زیاتر کدام بوی میپسندن، اینا رو میخوایم با شما امروز به معرفی بگیرم و شما ما را همراهی بکنین و تنهایی ما نگذارین. میریم داخل مارکت. سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ صحتمند؟ تشکر، سلامت، زنده باشین. شما خوب هستین؟ الحمدلله، شما هم سلامت باشین، بخیر. قسمی که دوستان ما پیشتر براتون گفتم عطرات بسیار مقبول، البته قشنگ و خوشبوی براتون به معرفی میگیرم. قسمی که ما داخل شدم، اما تو بوی خوبه، اما تو دیگه چی میگن گلاب و همه چیز دیگه، اما تو یک میکس بسیار یک بوی مقبول داشت و بسیار اما تو خوشایند. میخوایم تمام عطرات به شما به معرفی بگیرم و شما ما رو دنبال بکنید. کدام عطر است که به ما به معرفی بگیری و بهترین عطرتان کدام عطر است؟ درست است. چرا نه 1000 دفعه از یک سر شروع کنیم یا همون تاپ ترین براتون نشان بدیم؟ از یک سر گفته خودشون، از یک سر شروع میکنیم و میریم با تاپ ترینشان که تاپ ترین عطر کدام عطر است و از کدام کشور است؟ درست است. چرا نه 1000. کدام عطر فعلا به ما به معرفی میگیرین؟ چرا نه 1000 دفعه. عطر بلود شنل است، کمپانی شنل است، فرانسوی است، تاپ ترین بوی داره و یکی از عطرهای برند و مشهور جهانی است که زیادتر استفادهش در کشورهای اروپایی، افغانی، آسیایی، در بهترین کشورهای جهان از این استفاده میشه و خیلی زیاد علاقمند داره. خیلی خوب است دیگه. زیادتر مردم نه عطر نرم میگنش یا بوی تیز و چی این رقمی، این کدامش است؟ بوی نرم داره یا بوی تیز داره؟ اسمیل ازی سرد است. عطر در مجموع به دو قسم اسمیل تقسیم میشه که یکی اسمیل سرد می داشته باشه و دیگه اسمیل گرم یا شیرین است. این که از جمله عطرهای سرد است که بوی زیادتر در تابستان، در فصلهایی که هوا گرم باشه در فصلها استفاده میشه. یعنی حالا یک چیزی که نو خودم خبر شدم که عطرم نظر به فصل استفاده میشه. این دیگه فصلش است؟ فصل امی عطر است، بله. فصل امی عطر است که فعلا استفادهش زیاد است. بسیار خوب. عطر دیگه که 24 ساعته یا 40 ساعته این کدامش است؟ ما در مجموع عطرها را 24 ساعت بویش خود ما گارانتی میکنیم. این عطر باز بویش تا یک هفته نمیره از لباس انسان ها. بسیار خوب. تا یک هفته دوستای عزیز هر چقدر لباس تانم که باشین بوی عطر نمیره. این عطر دیگه مت اصل است. اصل است، بله. بسیار خوب. دیگه کدام عطر است؟ دیگه عطر که میخوایم به شما به معرفی بگیرم
قیمتاشون بگویم یا قیمتاشون تماشا بر ما بگین، چون بیننده عزیز میخواد قیمتاشون رو بفهمه، چون کسایی که توانش باشه بیا از دکان شما بخره و کسایی که توان نباشه دیگه طرفتون دورم نخوره. دورم نخوره. این ادرس به نام کریتا و سیلور ماونتین است که یکی از تاپ ترین و بالاترین عطرهای جهان است که نرخش 35,000 افغانی می باشه و یکی از تاپ ترین عطرهای جهان است و خیلی زیاد علاقمندم داره و با گفته شما هم کسایی که خاص پسند هستن و میخواین چیزای تاپ در جهان استفاده کنن باز از این عطر استفاده میکنن. بسیار خوب. قیمت ارزان است یا قیمت بیشترم براتون یادآوری کردم که امور میگم 35,000 ارزان است به نظر شما البته یا به نظر بیننده؟ اگر علاقمند به یک چیز باشی سرش اگه 1 میلیون پیسه هم بدی مشکل نداره به خاطر که علاقمند ایفید نمیاد گفته مردم نه ایفید نمیاد بله. بسیار خوب. دوستای عزیز عطر کجاییست گفتین؟ فرانسوی. فرانسوی. عطر فرانسوی عطر بسیار مقبول و اما تو بوی خاص که 48 ساعت یا 24 ساعت در لباسهایتان میمونه، میتونین از این عطر زیبا استفاده بکنین. و دیگه کدام عطر؟ زنانه نشان بدید. عطرهای زنانه هم همچنان دوستا که ما ببینیم عطرهای زنانه کدام عطرها هسته که اونو را همچنان بر شما به معرفی بگیریم، چون از آقایان کده بیشتر خانما عطر استفاده میکنن و میخوایم که عطرهای زنانه همچنان به ما به معرفی گرفته شود. این عطر که هست یکی از عطرهای زنانه می باشه که یا از کمپانی شنل است به نام شانس شنل است و یا یک فلیور اسمیل بسیار آرام داره، بسیار اسمیلش از زیادتر خانما خوش میکنن. با او خاطر یا از کمپانی شنل است، پرفیوم است و تاپ ترین عطر است. یام یکی از برندهای جهانی است و قیمت از یام 15,500 افغانی می باشه و زیاد علاقمند داره این عطر. خانم عزیز قسمه که دیدن قیمتش براتون گفت، عطر بسیار خوب است، خوشبوی است، قیمتش هم 15,000 است. میتونید دیگه به قیمت ارزان بخرین. این ارزانش است البته، شاید از این کدام هزارتر باشه ولی نسبت به این دو عطر که فعلا بر ما معرفی کردن عطر زنانه ارزان تر است. خب از این دو عطر که فعلا به ما معرفی کردین این عطر زنانه هست یا مردانه است؟ فرق نمیکنه چطور؟ دقیقاً این عطر را زیادتر آقایان خوش میکنن، هم این عطر زیادتر آقایان خوش میکنن. اینی عطر کریتا که است باز این چند رقم بوی داره که این بویش زیادتر خانمان خوش میکنن، آقایان خوش میکنن، باز مشکل نیست. تفاوت دیگه نداره به خاطر که از اینکه هم مردانه استفاده میشه و هم زنانه؟ نه او هم مردانه استفاده میشه هم زنانه. بسیار خوب. اینال عطر تاپ ترینش البته معرفی کردیم دوستان، میخوایم از اینکه تاپ ترش که است او کدام عطر است اون رو همچنان با شما با معرفی بگیریم. اینال تاپ ترینش دیگه بر ما بیارین. چرا نیازه. و دوستا قسمی که دختر خانما، البته دختر خانما بیشتر با سلیقه هستن، آقایان با سلیقه هستن ولی دختر خانما بیشتر از این هستن که باش همکاری مال نگوی که همیشه از دختر خانما تعریف میکنیم. آقایان هم همچنان با سلیقه هستن و میخواین بهترین عطریات استفاده بکنن و بهترین لباس ها را همچنان استفاده کنن که بهترین لباس داشته باشه و بهترین عطر بهش استفاده بکنن. خیلی قشنگ و مقبول و خوشبوی میباشن. یا یکی از عطرهای تاپ جهانی است، چیز بسیار با کیفیت، مقبول، زیبا و خوبش. میتونید که ویدیوشون بسیار خوب بگیرین، بویش هم تا میتونید ببینین. چیز بسیار خوبش است. واقعا یک بوی خوبش هست دیگه، بسیار یک بوی عالی داره، اما تو نرم و ملایم، بسیار خوبش. و یه عطر چقدر وقت میمونه؟ اما که پیشتر هم یادآوری کردم ما عطرهای ما رو 24 ساعت گارانتی میکنیم، بالاتر از یک هفته بوی از عطر میمونه و یکی از عطرهای بخش اوناس است که زیادتر علاقمند داره و ما این عطر رو برای هر کس نشان نمیتیم، برای کسایی که خاص پسند هستن نشان میتیم و نرخش 75,000 افغانی است. نام خدا زیاد ارزان گفتی. و یکی از عطرهای مشهور و بسیار عطر ناب تاپ جهانی است. خیلی خوب است. دختر خانمای عزیز، اینیام بهترین عطر بر شما، کسایی که البته پولدار هستین دیگه، غریبا رو نمیگم، کسایی که پولدار هستین اینیام بهترین عطر که بر شما معرفی کردیم و میتونین از این عطر استفاده بکنین که بر 24 ساعت یا 48 ساعت بر شما بویش میمونه. لیدون که دا دیر عالی عطر دی، دا هم قیمت 15 زره دی، دا هم 15 او 1 زره دی، دا هم 1 زره.
دیر عالی عطر دی د انجون لپاره دی 15 سره قیمت دی دا خو دیر عطرونه دی ما قیمت هم دیره دی لیدون که دا خو دیر عطرونه خیلی که ما تاستا معرفی کنم د زغوارم نوی عطر بازار چی راغلی ده دا هم تاستا معرفی کنم کدام عطر جدید دیگه داشته باشین که بر ما به معرفی بگیرین و تا به حال بیننده ازشون خبر نداشته باشه اونا رو همچنان به ما به معرفی بگیرین. بسیار خوب جناب بازار زنانه باشه مشکل نیست. عطرهای زنانه رو بیشتر به معرفی بگیرین به خاطر که بیشتر علاقمندی زنها یا خانم‌ها دارن بر عطر. آقایان خود قدر در قصهش نیستن ولی خانم‌ها بیشتر علاقه دارن. شخصا خودم به عطر زیاد علاقه دارم به اینکه اما تو بویای نرم و مقبول که اما تو خوبش دیگه که 24 ساعت یا 48 ساعت حداقلش تا یک هفته که بانه خیلی دوست دارم و یک عطر ما میخوام از اینجا بخرم البته نمیخرم اما باید تحفه بدم. این عطر است یا یکی از عطرهای فرانسوی است نو در بازار آمده بوی بسیار خوبش داره یکی از اسمیلای تاپ است دختر خانم‌ها زیادتر عطرهای شیرین دوست دارن و خوش میکنن یا بوی نسبتا سویت داره و یکی از عطرهای تاپ است و زیادتر فروشات هم داره به خاطر که نو در بازار آمده و به هر مشتری که نشان میتیم 100% خوش میکنن و تا بال هیچ کس رد نکرده این عطر. ده هم قیمت وای قیمت از 4500 افغانی است که نسبتا عطر مناسب است قیمتش مناسب تر است کیفیتش هم خوبش است و بیشتر هم که بر شما عرض کردم 24 ساعت ما بویش گارانتی میکنیم تا یک هفته هم بویش میمانه. خیلی خوب عطر بسیار خوشبو عطر شیرین که زیادتر دختر خانم‌ها به گفته خودشون که عطرای شیرین دوست دارن که بوی شیرین داشته باشه و همونطور بوی عالی داشته باشه امی عطری است که امروز براتون به معرفی گرفتم و بوی بسیار خوبش داره. دوستای عزیز قسم عطر براتون معرفی کردم قیمت‌های مناسب و قیمت‌های خیلی خوبی هم داشت و دوستایی که دوست دارن از عطریات استفاده بکنن میتونین از این عطریاتی که ما با شما امروز با معرفی گرفتیم استفاده بکنین و خوشبوی باشین. کدام عطر دیگه هم هست که با ما با معرفی بگیرین؟ یکی از عطرهای تاپ دیگه هم که شما گفتین نرخش مناسب باشه همین کمپانی است که یام یکی از کمپانی‌های فرانسوی می باشه و یام بویش اسمیل سویت داره یا اسمیلش شیرین است و بسیار یک پکیج و یک پکیج بندی بسیار مقبول داره بهترین عطر است پرفیوم است بویش 24 ساعت گارانتی یک هفته میمانه و یام نرخش 2500 افغانی است. 2000 بله 2500 ما یکم 500 چکم کردم گفتم باش که یکم ارزانش بکنن نگفت 500 اضافه است 500 ارزان. خیلی خوب است. دوستا با دختر خانم هست یا با آقایان؟ برای دختر خانم است. دختر خانم ها عزیز اینجا مطر دیگه که با شما با معرفی گرفتم بسیار قوطی مقبول داره شیشه بسیار مقبول و بویی که داره بسیار مقبول و زیبا تو زیباییش کشیده قسم شما این در تصویر میبینین عطر بسیار خوبش است بوی نرم و بویی که تمام دخترها میپسندن اما بوی است و شما همچنان استفاده بکنین. خب عطر که تمام شب ما معرفی کردین فرانسوی بود عطرهای دیگه کشورام هست که با استفاده شوه یا شما بیارین به اینجا به فروش برسانید؟ بله بله بعض عطرها هست که نرخش مناسب تر است یا نه ارزان تر است و اونا نرخش ارزان است و کشورش ساخت کشور دبی می باشه و نرخش مناسب است خواستین باز یگان عطر از او کمپانیام براتون نشان میده مشکل نیست. خب دوستای عزیز اینم عطر دبی که بیشتر خانم‌ها و آقایان استفاده میکنن حالا همشون میخوایم که با شما به معرفی بگیریم. بله یام یکی از عطرهای کشور ساخت کشور دبی است که کمپانی لطافه است و تاپترین عطرها را در بخش عطرهای عربی تولید میکنه همونطور که میبینین یام یک پکیج بسیار خوبش داره و بویی که زیادتر خوش میکنن بوی عود مردا خوش میکنن باز این که از بوی عود میتونین شما بویش ببینین اسمیلش تاپترین بوی داره و خیلی
ماندگار هم است، بوش زیاد میمونه. بوی زیاد میمونه، ولی به نظر من کم تیز آمد. تیز میپسندن؟ تیز است، بله تیز میپسندن، بخصوص امارات اسلامی که نو آمده اینا زیادتر عطر را خوش میکنن. این عطرایی که بیشتر تیز باشه. اونا زیادتر بویای عربی را خوش میکنن. بویای عطرای عربی که از با زیادتر شیرین و کمک تیزتر میباشه. بله لیدون که از غارم تست اسپری هم تست معرفی کنم. با ما اسپری هست که معرفی بکنیم؟ بله چرا نه، 1000 دفعه پیش از اینکه ما براتون اسپری را به معرفی بگیرم، ما یک صابون است ساخت کشور خود ما، ساخت ولایت قندار که یکی از افتخارات کشور ماست که ولایت قندار توانسته که به حساب یک صابون جور کنه به خاطر جوش صورت، به خاطر مثلا لکی صورت و به بعض مشکلات که صورت می داشته باشه، و یکی از چیز طبیعی است که از مواد گیاهی طبیعی ساخته میشه و خوبی از این صابونی است که ضرر نمیکنه و همچنان فایده های زیاد در قبال خود داره. بسیار خوب دوستای عزیز، این چیزی که نو خبر شدیم و چیزی که جدید هست صابون است که ساخت ولایت قندار ما هست و این فایده های زیاده داره و همچنین بر لکه بخار و چیزها گفتیم، درست؟ بله این که است بر خاطر بخار صورت است و اینی پکیجش که است 4 عدد صابون داره که هر کدامش مختلف، مثلا به خاطر شفاف کننده صورت است، به خاطر بخار صورت است، به خاطر لکه صورت و به خاطر چین و چروکی که در صورت می باشه به او خاطر است. خیلی خوب است دوستای عزیز، قسمی که بر شما به معرفی گرفتن صابون هست به خاطر لکه و به خاطر جوش بخار یا به خاطر روشن کننده جلد و کسایی که دوست دارن جلد روشن و مقبول شفاف و زیبا داشته باشه میتونن از این صابون استفاده کنن و کریمایی که حال زیاد معرفی میشه به خاطر شفاف کننده و جلد و چیزا، از کده بیشتر خوبتر است که ما بتونیم از صابون استفاده کنیم ساخت وطن خود ما هست و بدون ضرر است. دیده قیمتو هم وایه؟ قیمت از اینی یک دانه ایش که از 350 افغانی می باشه و این پکیج 4 دانه ایش که از 650 افغانی می باشه. داده قیمت هم 250 سوی و هم 850 سوی. قیمت های خیلی بالا نداره؟ قیمت های خیلی بالا نداره به خاطر کیفیتش نسبت به صابونایی که از مواد کیمیاییشان زیاد است، از اینکه از مواد طبیعی ساخته شده ضرر نداره. در کشورهای اروپایی اینا رفتن اونجا خرید فروش میشن، تقریبا $80 $90 در اونجا نرخ دارن، نظر به نرخ‌های اونجا و اینجا خیلی ارزان است. تشکر، سلامت باشین از اینکه صابونا رو به ما به معرفی گرفتین. خواهش میکنم، مشکل نیست. و حالا میخوایم که اسپری رو به ما به معرفی بگیریم و شما تا اسپری رو بیاریم، ما میخوایم کم معلومات دیگه همچنان برای دوستا داشته باشیم. چون نیاز لیدون کو ده هم در افغانستان کندهار ولایت ساختی. دوستای عزیز شما همچنان کوشش کنید تولیدات وطنی را استفاده بکنین، خیلی زیبا هست و خیلی مفید و بدون ضرر است. میتونین از این صابونا استفاده کنین به خاطر روشن کننده جلد، جوش بخار و لکه هایی که قهوه‌ای در صورت شما است. بله و شما گفتین که اسپری بر ما معرفی کنین، 2 دانه اسپری، یکی مردانه یکی زنانه و تاپترین اسپری ها که اینا رو خود ما از دبی میاریم، ساخت کشور فرانسه است. این اسپری و خوب بویم داره، اکواد پاریس نامش است، یکی از تاپترین بویا را داره و خیلی زیاد علاقمند داره و ایرم که برای هر کس نشان میتیم، هیچ کس ردش نمیکنه و زیادتر هم آقایان خوش میکنن هم طبقه جوان کشور ما این بویا را زیادتر خوش میکنن. بسیار خوب است. قسمی که در ادویات گفتیم 24 ساعت یا 40 ساعت که بوش میمانه و یا تا یک هفته، اسپری همچنان هم تو خاصیت داره یا نه؟ بله یا بعض اسپری هستن که دیر دوام می باشن و بعض اسپری هستن که تا 10 الی 12 ساعت بوش میمانن. این اسپری ها که یک روز مکمل بوش میمانه و زیادتر استفاده میشه، یک روز بوش میمانه، از حساب دوامش یک روز بوش خوب صحیح میمانه. خیلی خوب است. و اسپری زنانه است مردانه؟ در اسپری فرق میکنه یا نمیکنه؟ بله یا اسمیلایی که همون تا در عطر اسمیل داره که گرم و سرد است یا شیرین است، بویای سرد داره، در اسپری هم همون تو فرق میکنه بویاش. اسپری که بویای شیرین داره یا بویای سیویت و گرم داره اونا را زیادتر دختر خانم‌ها خوش میکنن و بویایی که مثلا سرد هستن اونا زیادتر از طبقه آقایان می باشن و اونا خوش میکنن. بسیار خوب. و این دیگه زن و مرد نداره؟ نخیر، این اسپری که از مردانه است، این اسپری زنانه است. چیز بسیار خوبش است که از رنگش معلوم میشه که زنانه است. یک عطر است به نام ایفوریا، کمپانی سیکی یا کالوین کلاین است
این سیم بوی امو عطر ساخته شده و او عطر هم زنانه است. این بوی از امو عطر میده. بسیار خوب. دختر خانم‌های عزیز و آقایان عزیز که دوست دارین اسپری استفاده بکنین با اینکه قیمت عطر قیمت‌تر است و خریدن نمیتونیم و اسپری نسبتا خوب است، ما قیمتاشون رو پرسان نکردیم و حالا قیمتاشو پرسان میکنم. این که نظر به اینکه ما با شهر بازار جایی که ما شما میبینیم اسپری ارزان‌تر میباشه، میتونین از اسپری استفاده بکنین. قیمت‌های اسپریتون به ما بگوین؟ بله چرا نه. این اسپری که است قیمتش 350 افغانی است. از این اسپری که است نرخش 750 افغانی است. اینا مقدارش زیاد است، به او خاطر یک کم نسبت به دیگه اسپری قیمت می باشه و همچنان کوالیتیش بالاتر است نسبت به اسپری دیگه، به اون خاطر کیفیتش خوب است و قیمتش بالا است. نسبتاً به عطر اسپری ارزان‌تر است، میتونین از اسپری همچنان استفاده بکنین. تشکر، سلامت، زنده باشین. از اینکه عطر زیبا و مقبول و همچنان خوشبویی را که بهترین بویا را داشت به ما به معرفی گرفتین و همچنان اسپری و صابونتان به ما به معرفی کردین. خواهش میکنم این وظیفه ماست، هر چیزی که از دست ما آماده باشه خدا کنه که به شیوه درستش بر شما بیان کرده باشیم و خدا کنه که وقتی شما که اینجا آمدین معلوماتی که به شما داده باشیم خدا کنه که برای هموطنان عزیز ما که در خارج از کشور هستن یا در داخل کشور برنامه شما را میبینن، خدا کنه که برای از اونها موثر تمام شده باشه و هر وقت هر خدمتی که بود ما در خدمت هستیم. سلامت، زنده باشین و تشکر دوستای عزیز از شما همچنان. دیر از زیاد آمدن لیدون که تا آخر ما سره پات شوی. دوستای عزیز تشکر، سلامت، زنده باشین از اینکه ما را همراهی کردین و تنهای ما نگذاشتین. تا برنامه بعد شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. البته فراموش نشه ما را سابسکرایب بکنین، ویو بکنین. منتظر انتقادات و پیشنهاد شما از دل هستیم. الله دی ملشه. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.